خوش آمدین دوستای عزیز به کانال وحاش سنفو. امروز در مورد یک بورسیه دیگر صحبت میکنیم و نحوه درخواست دادن برای این بورسیه را برای شما از اول تا آخر کار میکنیم. این بورسیه مربوط دانشگاه نیو هاون آمریکا میشه و یک بورسیه کاملا فول فندید هسته در مقطع لسانس و ماستری که برای دختر خانمای افغان در نظر گرفته شده. البته تعداد بورسیه ها 14 سیت هسته که 10 سیتش برای دوره لسانس هسته و 4 سیتش هم برای ماستری. خب این 14 سیت بورسیه صرف برای دختر خانمای افغان در نظر گرفته شده. اینجا شما میبینین که دانشگاه نیو هاون به خاطر حمایت از خانمای افغان همین بورسیه را در نظر گرفته. این که چه قسم درخواست میتین؟ مین در قسمت مینو یا مین مینو، از این قسمت شما گزینه اپلای انتخاب میکنین و در این صفحه شما میبینین که بخش لسانس یا undergraduate students هسته و بخش graduate students که مربوط به ماستری میشه. شما اگر برای لسانس درخواست میتین گزینه اپلای اینجا انتخاب میکنین و اگر برای ماستری درخواست دادین اینجا انتخاب بکنین. خب فرض مثال ما میگم که ما برای لسانس درخواست میتونم، اینجا را کلیک میکنین. خب در این قسمت شما میبینین که دو گزینه است، یکی کامون اپلیکیشن هسته و یکی یونیورسیتی نیو هاون اپلیکیشن هسته. دوستای عزیز، یعنی کامون اپلیکیشن از یک اپ دیگه مستقیم اونجا شما درخواست میتیم. او اپ باز ریدایرکت، یعنی اسنادهای شما رو مستقیم به دانشگاه ارسال میکنه، ولی به نظر من بهتری هست که مستقیم به خود دانشگاه درخواست بدین. خب در این قسمت شما میبینین لاگین و کرییت اکانت. شما برای هر بورسی که درخواست میتین اول یک اکانت میسازین، بعدش باز داخل اکانتتان میشین و برای هر بورسی که باشه درخواست میتین. فرض مثال ما اول یک اکانت میسازم. خب ما قبلا یک اکانت ساخته میشیم، ما ایمیل تان اینجا درج میکنین، نامتان، تخلصتان و تاریخ تولدتان، کنتینیو میزنین، یک لینک یا یک کد میره در ایمیل آدرستان، او رو باز تایید میکنین، اکانتتان ساخته میشه. پس ما یک اکانت قبلا ساختیم، می مستقیم لاگین میشیم. اینجا لاگین میشیم. در این قسمت میبینین که این اپلیکیشن ما شده سابمیت شده و تحت بررسی هست. ما میایم این از اول باز میکنیم و برای شما نحوه خانه‌پوری اپلیکیشن یا فرم برای شما قدم به قدم میگم. در این قسمت شما میبینین گزینه اول ویلکام هسته، اینجا یک سری معلومات هسته که شما بخوانین و بعدش گزینه کنتینیو رو میزنین که پرسونال بک‌گراند هسته و در قسمت پرسونال بک‌گراند اما معلومات عمومی شما رو میخوایم. خب در این قسمت شما میبینین که پرفکشن پیشوند هسته. شما مثلا خانم مجرد هستین، متأهل هستین، نامتانه، تخلصتانه و سفیکس پاسوند که لازم نیسته انتخاب میکنین و یک گزینه هم نو میگیرین. اینجا گفته که آیا شما خوش دارین که یک نام را برای کمیونیکیشن بعدی یا مثل ایمیل آدرس و یک پاورتان مسیج شوه؟ میگین که نه، ما قبول نداریم، یعنی نام که میج دادیم درست است. در قسمت آدرس کلا آدرس که جایی که زندگی میکنین اینجا نوشته میکنین. مثلا ما در کشور افغانستان هستیم، نام سرک ما دشت برچی مین رود هست، سیتی کابل هست، ریژن هم در کابل هستیم و پستال کدش هم پستال کد دشت برچی 1016 است. بعد در قسمت میلینگ آدرس اینجا است، سیم از پرمننت آدرس میگیم آره سیم است، یعنی مشابه هست. و در این قسمت یک ایمیل آدرس که همیشه در دسترس باشه و اینجا هم نمبر تلفنتون درج میکنین. خب اینجا قسمت بایوگرافیکال انفورمیشن، در قسمت تاریخ تولدتان، جندرتان و پروناونس، شما خانم هستین آقا هستین، و جندر ایدنتیتی اینجا فیمیل، برد کانتری افغانستان و نیتیو لنگویج پشتو یا مثلا فارسی، دری، هر چیزی که انتخاب کردین. خب سیتیزنشیپ انفورمیشن هست و سیتیزنشیپ اولی ما افغانستان هست، دومی نداریم. و در این قسمت هم شما میبینین گزینه را که رسن اتنیسیتی. خب این گزینه رو غرض نگیرین، شما در این قسمت decline to answer continue رو میزنین، گزینه بعدی میرین. در گزینه بعدی degree objective هسته،
در این قسمت شما میبینین که area of interest، اما مثلا new first time یعنی دفعه اول هسته که در این بورسیه درخواست میتین. میجر کدام رشته رو انتخاب میکنین دوستای عزیز. خب ما از اینجا مثلا بیولوژی پری مدیکال ساینس انتخاب کردیم و ترم کدام چی انتک هسته، فال 2025 خزان 2025 انتخاب میکنم و enroll status full time انتخاب کردیم. admission plan خب در قسمت هم شما regular decision انتخاب میکنین. housing خب اینجا دو گزینه داره دوستای عزیز، یا کاموتر هسته رزیدنشیال هسته، شما رزیدنشیال انتخاب بکنین. کاموتر یعنی که شما مهاجر یا مسافر هستین. خب در این قسمت دوستای عزیز هم گزینه نور انتخاب بکنین. گفته do you have a B credit, IB credits or another source of test credit. خب کدام امتحان اگر قبلا داده بودین، امتحان های بین المللی، شما میتونین یس انتخاب کنین و معلوماتش اینجا درج بکنین. اما میگیم ما امتحان ندادیم. کسایی که امتحان دادن میتونه که یس بگیره و یس گرفت اینجا باز معلوماتش درج بکنن که ما میگیم ما امتحان ندادیم. خب اپلیکیشن فی ویور کد، خب اینجا ما کدام اپلیکیشن فی فعلا نداریم و گزینه کانتینیو رو میزنیم. در قسمت اکادمیک هیستوری دوستای عزیز اینجا شما از همون مکتبی که فارغ شدین معلومات مکتبتون اینجا درج میکنین. مثلا ما یک بار اینجا اضافه کردیم ولی شما میتونین که در این قسمت بیاین معلومات مکتبتون اضافه بکنین. کدام مکتب هسته، CAAB هست که اما کدی که شما امتحان کنکور دادین میتونین اینجا اضافه بکنین و کدام کشور هستین. مثلا افغانستان اینجا انتخاب میکنین. افغانستان در مورد اول هسته. افغانستان در کدام شهر هستین، کابل ریجن، مثلا هم کابل انتخاب میکنین یا هر ولایت دیگه ای که هستین. از کدام سال تا کدام سال در مکتب رفتین و لیول آف استدی اینجا انتخاب میکنین، های سکول و میجر کدام رشته را خواندین. معمولا در افغانستان سیستم عمومی هست، اینجا جنرال انتخاب میکنین. خب فیصدی نمراتتان اینجا چقدر هست، از صد شما چند گرفتین. خب در این قسمت لنگویج گفته، اما شما یه گزینه شما تیک نمیکنین چون در مکتب های افغانستان معمولا به زبان انگلیسی تدریس نمیشه. این گزینه را شما غرض نمیتین و در این قسمت شما ترانسکریب نمراتتان اضافه میکنین، ترانسکریب مکتبتان و بعدش سیو میگیرین. خب ما قبلا اینجا پر کردیم، البته یک بخش مونده. خب در قسمت سکول کانسلر انفورمیشن معلومات یک مشاور از مکتبتان، مثلا معلومات یک معلمتان میتونین اینجا اضافه بکنین یا از مدیره. کانتینیو میزنین، در گزینه بعدی میرین ادیشنال انفورمیشن. در قسمت ادیشنال انفورمیشن دوستای عزیز previously application میگیم ما قبلا در این بورسیه درخواست ندادیم. خب در قسمت تست optional consideration optional هسته، اگر کدام امتحان داده بودین یس میگیرین. یعنی consider my SAT که نام یک از امتحان ها هسته و do not consider شما میتونین که اگر امتحان نداده باشین امتحان ها را میتونین که do not consider بگیرین. interest marching band interest هسته، athletic interest شما بگیرین. آره ما اینا رو علاقه مندش هستیم. disciplinary history شما یک بار میخوانین. گفته آیا شما کدام وقت مسئول کدام تخلف انضباطی در دوره آموزشتان شده اید یا نه از صنف نو به بعد. خب این گزینه رو نو بگیرین بهتر است و اگر یس بگیرین باز معلومات چیزا میخواد، معلوماتی که شما مسئول بودین. در قسمت یونیورسیتی پارتنرشیپ شما این گزینه رو میگیرین no I am not a consultant کدام مشاور نیستم و continue میزنین. در قسمت تست اسکور دوستای عزیز شما اگر این امتحان رو داده باشین میتونین که این تست ها رو اضافه بکنین و از جمله این رشته که شما انتخاب میکنین اینجا نظر به رشته تان باز نمرات زبان که لازم هسته اینجا بیان میکنه. مثلا رشته ما رو که انتخاب کردیم آیلز 6 خواسته، دولینگو 100 و تافل 75 و این امتحان های دیگه است که این خدر نمره میخواد. ولی شما رشته که انتخاب بکنین نظر به او سطح زبان اینجا تعیین میشه. خب اگر تافل دارین میتونین که نمرات تافل تان اضافه بکنین، اگر آیلتس دارین آیلتس اینجا میتونین اضافه بکنین و اگر دولینگو دارین دولینگو رو اینجا میتونین که اپلود بکنین. خب این گزینه رو کانتینیو میزنیم. در قسمت فامیلی انفورمیشن معلومات فامیل تانه اینجا خواسته، مثلا
از اینجا انتخاب میکنین. معلومات برادرتان اگه خواستین اضافه بکنین، معلومات پدرتان، یک از اینا رو اضافه بکنین. خب میایم سر گزینه بعدی. در قسمت international information هست دوستای عزیز. گفته که آیا شما فعلا در آمریکا هستید؟ میگیم نه و این گزینه رو نو بگیرین و کنتینیو میزنین. البته دوستای عزیز در این قسمت شما میتونین که پاسپورتتان هم اضافه بکنین. میایم سر گزینه ریکامندیشن. از این قسمت شما میتونین که یک ریکامندیشن در جایی که خواندین، از مکتبی که فارغ شدین، از همون مکتب یک دونه ریکامندیشن اینجا شما اضافه بکنین. چه قسم اضافه میکنین که مشخصات استادتان اینجا نوشته میکنین، مثلا نام و تخلص و در کدام مکتب هسته، کدام پوزیشن داره، ارتباطتان با استادتان چی هسته و نمبر تماس و ایمیل آدرس استادتان اینجا درج میکنین و send to recommender. یک لینک میره در ایمیل آدرس استادتان باز او فرم خانه‌پوری میکنه و سابمیت میکنه و مستقیم در دانشگاه میره. گزینه بعدی پرسونال استیتمنت هست، همون موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه. همون رشته‌ای را که انتخاب کردین نظر به رشته‌تان یک انگیزه نامه یا پرسونال استیتمنت نوشته بکنین که بین 250 تا 1050 ورد داشته باشه، یعنی در بین همین انتروال باشه. وقتی که گزینه را تکمیل کردین اینجا اپلود میکنین استیتمنتتان، بعد کنتینیو میزنین. در قسمت سرتیفیکیشن دوستای عزیز این قسمت شما خب نامتان تکمیل نوشته میکنین و گزینه کنتینیو میزنین به جای سیگنچر یا امضایتان. گزینه آخر دوستای عزیز ریویو هسته، یعنی دو قسمت تکمیل نشده به خاطر از او سرخ آمده، ریکامندیشن اضافه نشده و پرسونال استیتمنت. در قسمت ریویو یک بار شما اپلیکیشنتان از اول میخوانید کدام جای اشتباه نشده باشه، بعد سیو فور لتر میگیرین و در نتیجه اپلیکیشنتان سابمیت میشه و منتظر میشینین که جواب بگیرید. خب دوستای عزیز این بود نحوه درخواست دادن برای بورسیه دانشگاه نیو هاون آمریکا. برای ماستری هم به می شکل شما میتونید درخواست بدین و اپلیکیشنتان رو سابمیت بکنین. از این فرصت استفاده بکنین، صرف برای دختر خانمای افغان هسته و میتونن که درخواست بدن. خب اگر ویدیو رو خوشتان آمدن یک لایک بزنین و چینل ما را سابسکرایب بکنین. تا دیدار بعد، خدایا رو نگهدارتان.